بچه‌ها امروز با علیرضا اومدیم پیشتون. میخوام چند تا سوال در رابطه با کار علیرضا ازش بپرسم چون هیچ اطلاعاتی ندارم و میدونم سوالات من سوالات خیلی هست. سلام به همگی، به بچهای پیج نگار و من تریدرم. ببینیم بعد چیکار کنیم، چی میخوای بپرسی؟ بگو. سوالامو نوشتم علیرضا با اجازت. خوب کردی. بریم سوالا رو ازت بپرسم ببینم چقدرشو میتونی با صداقت جواب. من همه رو با صداقت جواب میدم چون اصلا دوست ندارم که انقدر آخه این فضا مسموم هست، انقدر حرفای بد پشتش هست که اصلا تو یعنی من که هیچ اطلاعاتی ندارم ازش میترسم. آفرین. واقعا. و خیلی وقت هم مثلا من با نگار قبلا هم خیلی صحبت کردم ولی خب وقتی کارمو دید و حالا چند سال هیچ وقت گوش نمیدادم، میترسیدم. همیشه میگفتم میترسم. بابا این کار اصلا اونجوری که فکر میکنی نیست. ولی خب حالا بریم اول سوالا رو بپرسیم. اصلا ترید چیه؟ اول بهم بگو. ترید داریم توی بازارهای مالی که الان ما داریم کار میکنیم. دو تا قسمت میشه. یه بولداشو دارم میگم، چیزی که مردم شنیدن، حداقل یک بار راجعش شنیدن. فارکس داریم و کریپتو که میشه اون ارزهای دیجیتال. من بیشتر فوکوسم روی فارکس مارکته. چرا؟ به خاطر نقدینگی بالایی که داره و اعتبار بالاتری که داره و خب خیلی مارکت بزرگتریه نسبت به ارز دیجیتال. مثلا توی ارز دیجیتال یا کل کریپتو یه نفر میاد یه دونه توییت میزنه که مثلا آقا این ارز بده، ارز کلا 80-90% میریزه از بین میره. یا مثلا یکی میاد میگه آقا این خوبه، 80-90% میره بالا. البته این مال 2-3 سال قبل بود ولی خب الان از لحاظ اعتبار بخوایم حساب بکنیم بازار فارکس مارکت خیلی اعتبار بالاتری داره و خیلی کار حرفه‌ای‌تره به اصطلاح دیگه. یه جور شغله، ترید شغله. نه علیرضا همه میتونن انجام بدن این کار رو؟ یعنی توی هر سطح مالی؟ هر سطح مالی. ببین شما با $100 میتونی شروع بکنی، با $1,000,000 هم میتونی شروع بکنی، ولی توقعت از اون $100 نباید به اندازه دیگه هر چقدر میگن چی بدی آش میخوری؟ هر چقدر پول بدی هم اونقدر. ولی بذار یه چیزی بهت بگم. شما میخوای بری مثلا دارم میگم یه مارکت بزنی، یه هزینه اولیه باید بیاری که یه سری جنس بخری واسه مغازه، یه هزینه باید بذاری که مغازت رو اجاره کنی، یه هزینه باید بذاری دکورتو درست کنی. ما چون توی ترید این هزینه ها رو نداریم، خب همه فکر میکنن که خب من با $100 هم شروع کنم میتونم مثلا 10 برابرش کنم این پول رو، 5 برابرش کنم، 50 برابرش کنم، یه شبه میخوام پول داشت. اصلا این شکلی نیست. ببین من یه چیزی بهت بگم، شما اگر بخوای به ترید به عنوان شغل نگاه کنی، حداقل ماهیانه 5-10% یه عدد فوق العاده بزرگ میشه. چون برآیند کسی که داره ترید میکنه یا اسم خودش رو میذاره تریدر، نمیشه بگیم برآیند کار من یک روزه در میاد، یک ماه در میاد. نه، شما حداقل باید 3 تا 6 ماه کاری زمانتو بذاری و تریدتو بکنی تا یک پرفورمنس و یک برآیندی از تو در بیاد که آقا این کاری که من الان کردم تو این 3 ماه یا تو این 6 ماه وقت گذاشتم سودده بودم یا نه. آقا اون پولم 1000 تومانم کردم میکنم 2000 تومان، $10 هم کردم، $11 هم، $1,000,000 هم کردم، مثلا 1,200,000 سخته یادگیریش. بچه‌ها اینم بهتون بگم، من خودم تازگی‌ها شروع کردم. آره. و از امین‌ترین آدم زندگیم مشورت گرفتم، خوشی. بهش گفتم که خوشی به نظرت شروع بکنم یا نه؟ که برگشت گفت نگار، قشنگ بچه‌ها میشن بودن منو زد، گفت من چند ساله دارم بهت میگم انجام بده نمیدی. نگار مارکت یا انجام بده، چون خودش هم آره اصلا خوشی که بهم گفت من خودم شروع کردم، من چندین ساله دارم کار میکنم، بیا شروع کن. یعنی دارم واقعا با صداقت باتون حرف میزنم. گفتم خب پس نگار، خوشی نمیره سمت چیزایی که پول توش نباشه. زمان بذاره، پس هم زمان بذار. آره واقعا. خب سوال بپرسم. بریم. میخوام از سوالات چیز استفاده کنم. با چقدر پول میشه شروع کرده؟ که گفتی از $100 از $100 به بالا. ولی خب بازم میگم انتظار کسی تو ایرانن به تومن بگو. همین میخوام بگم. ببین اون $100 مثلا میشه 10 میلیون تومان، 13 میلیون تومان دیگه به حساب امروزه الان که داریم صحبت میکنیم. قطعا هر کسی اون 13 میلیون تومان الان یا آزاد داره یا حالا بالاخره میتونه بره سر یه کاری، یه ماه کار کنه. کمتر از اون نمیشه، یعنی اصلا نمیتونی معامله انجام بدی، نمیصرفه، نمیذاره معامله انجام بدی. اون جایی که داری توش ترید میکنی که اسمش میشه بروکر، حداقلی ترین عددی که شما میتونی بیاری $100 و شما بیشتر از مثلا ماهی $10 نباید از اون انتظار داشته باشی که برات در بیاد. چرا؟ میتونی این کار انجام بدی. یا $100 میشه 0 یا $100 مثلا میشه $200 که اون میشه قمار، اون اسمش ترید کردن نیست. من باید به عنوان شغل به این کار نگاه بکنم. یه چیزی امکان ضررم هست، یعنی من بیام $100 بذارم $100 هم صفر نه بشه؟ نه اون امکان نداره. اگر ببین ما یه سری خیلی شنیدم، یعنی ببین تصور منی که اصلا هیچ آگاهی نسبت به این
عرصه ندارم، به این کار ندارم، میگم خب پولمو بذارم، یهو میپره صفر میشم. کلاهبرداری میگن علیرضا، یعنی من اعتقادم اینه که کلاهبرداری. ببین متاسفانه تو این چند وقتی که بعد از کرونا بود خیلی باب شد که همه بیان ترید بکنن و همه بیان، حالا اون موقع ارز دیجیتال بود، فارکس اونه که یه مدت بعضی از بلاگرها انجام میدادن همین فارکس بود. نه ارز دیجیتال اون فرق میکنه. اون فرق میکنه اصلا، کلا انگار بچه نوزاد اونه. نه اونم کلاهبرداری نیست، ما خودمونم یه چرا میگن کلاهبرداری؟ ببین بذار یه چیزی بهت بگم. ما توی کل کریپتو مثلا از بولترینش و معروفترینش و امن‌ترینش که میشه بیت کوین. خب یه دونه بیت کوین میترسم، نصفش خیلی گنده است. یعنی یه دونه بیت کوین داریم دقیقاً، یه دونه اتریوم داریم، بقیه این ارزا میشن آلت کوین. نوع نتیجه‌اش. آفرین. دقیقاً میشن اون نوع نتیجه‌اش. ببین اون نوع نتیجه هاشو من شخص میتونم با $1000 یه ارزی بسازم. خب که 0 تا 100ش دست منه. و منی که تریبون دارم درست میکنی، میگی بیاین بخرین، بعد که همه خریدن تو جیب من پولو میکشی، پولو میان تو جیب خودم میذارم، دکمه رو خاموش میکنم، خدا نگهدار. به خدا من راضی. آره ولی بعدش پخش میکنیم بین مردم. این خوبه. الکی میگم پخش نمیکنیم، بعد میریم دبی. این همه پولو بگو میری فرانسه. نه دبی باحال‌تره. ولی در کل بچه‌ها اینم بذار بگم نگار، اسم ترید متاسفانه به خاطر این آدم‌هایی که علمشو ندارن و میان به راه نه طرف یکی مثل تو داره میاد میگه علمشو ندارم، میرم میپرسن آقا نمیدونم بعد از کجا مثلا همچین اشخاصی، مثلا همین بچه‌ای که الان دارن میبینن دوست دارن انجام بدن، کجا بیان یاد بگیرن، کجا بیان انجام بدن؟ ببین بستگی داره به این که ببین این انقدر گسترده است این مارکت، ما شاید مثلا بالای مثلا 200 تا روش برای ترید کردن داشته باشیم. من علیرضا با یک روش میتونم ترید کنم، ذهنم آرومه. تو این نگار شاید اصلا با اون روشی که من میتونم ترید کنم نتونی ترید کنی. کسی که میخواد تریدر بشه باید تمام این سبک‌ها رو یاد بگیره و ببینه کدومشو خودش میتونه. من هم خودم میتونم بهشون یاد بدم، چیزی که خودم دارم باش کار میکنم و دارم سود کجا تو یاد میدی؟ هم لایو یوتیوب دارم، هم یه کانال تلگرام داریم که هر روز از صبح که بلند میشیم سشن نیویورک، یعنی تایم باز شدن اروپا، یعنی همه چیزو همه مارکت اصلا هم من حساب خودم شیر توی لایو، یعنی همون کاری که توی حساب خودم انجام میدم بچه‌ها همونو میتونن ببینن و با خودم پوزیشن بگیرن، میگم کی باز کنن معامله‌شون رو، کی ببندن، دلیل ورودمون چیه، به خاطر چی داریم ورود میکنیم و حالا فاکتورهای دیگه‌ای که داره. و کلا لایوهای من همراه با اون ترید کردن لایوهای آموزشیه. اسم کانالت چیه؟ EA پروتین. اینجا بنویس ادیتور لطفا. EA پروتین انداختم گردم. خیلی از زبانم مثل بچه‌م میمونه، من خیلی زحمت کشیدم واسه این EA هم بچه‌ها سبکمه، اسم سبکی که خودم دارم کار می‌کنم. که اسم توی یه سایت هست. بله. تنها شخص ایرانی هستی که علیرضا نام، حالا ایرانیای دیگر رو نمیدونم ولی تنها علیرضایی هم که توی اون سایت جهانی اسمشو بزنی حسابم. کدوم سایت میتونی بگی؟ سایت MQL5 که برای کار فارکس مارکته و کلا یه مرجع مشخصیه برای اینکه شما بگی آقا من شما یه جا میبری رزومه کارتو میدی، حالا یه سری‌ها پرونده است برای کسایی که دارن ترید میکنن، اون رزومه کارشون میشه همون حساب لایوی که پول واقعیشون رو ریختن تو اون حسابه و حسابشون رو وصل کردن با اون سایت بیسیک جهانی که اونجا همه چی رو مشخص و واضح و شفاف داره نشون میده. شما چه زمانی حساب باز کردی، چقدر ضرر کردی، چقدر سود کردی. چند سال خدمت داره؟ خیلی این ترید اون کاری که تو داری انجام میدی، اون سایتی که تو داری 1900 خورده هست. یه سایتی دیروز برای من توضیح دادی گفتی همون MQL5 همونه. همون. ببین سایت جهانی شما هر کسی که میخواد ادعا میکنه که من تریدرم باید بره حسابش رو شیر بکنه تو اون سایت، هیچ ترسی هم نداشته باشه. چرا ندارن؟ چون میترسن، چون اونی که دارن توضیح میدن نمیتونن اجرا کنن، چون اونی که مثلا میاد طرف میگه من انقدر دارم تو محسود میکنم اون شکلی نیست، طبق گفته‌های خودش نمیتونه عمل بکنه. برای همینه جرأتشون ندارن که حسابشون شیر کنن. چه جالب. به خاطر همین هم است که الان اسم ترید میاد خیلی فرار میکنه. من اگه سود نکنم، اگه پولمو بخورن، بچه‌ها میان به شما میگن شما و علیرضا، چون من به علیرضا اعتماد کردم. بذار یه چیزی بهت بگم. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، من معذرت میخوام. من چند سال علیرضا و خانمشو میشناسم، چندین ساله، خدا رو شکر ماشاءالله، چشتون نزنم، تمام خرج و مخارج زندگیشون
به بهترین شکل هم خدا رو شکر دارن زندگی میکنن، همش از این راه دارن. آره من واقعا تو این چند سالی که مثلا ترکیه هستم فقط راه درآمد مثلا سر کاری نرفتم، من کار تهیه داشتم می‌کردم. وقتی من به لیر کرایه خونه میدادم ایشون به دلارز کرایه خونه میداد و همش بهم میگفت نگار بیا شروع کن. گفتم کشتم خودمو. من 3 ساله دارم بهش میگم بیا شروع کن. قشنگ 3 سال هر روز دارم بهت میگم بیا انجام بده بابا. ببین فارکس مارکت پول کسی خورده نمیشه مگر اینکه من شخص خودم بیام به جای اینکه انتظار از اون $100 رو همون $100 نداشته باشم، انتظار $2000 ازش داشته باشم. آقا یک ماشینی که مثلا در حد حالا یه ماشین ضعیفیه شما نمیتونی با پورشه مثلا بنزو بی ام مقایسش کنی، میتره که موتورش میسوزه. شما با $100 باید انتظار سود $100 ازش داشته باشی. زمانی اون پولت میره و از بین میره که شما درصد ریسک تو ببری بالاتر، طمع کنی، قانع نباشی از اون چارچوب قوانینی که برای خودت اون چارچوب قوانین رو کی مشخص میکنه؟ خود شخص، بستگی به ذهنیت خودش و طبق آموزشایی که دید. مثال دارم بهت میگم، من الان خودم نزدیک 5 سال تو این مارکت دارم کار میکنم، هم کریپتو کار کردم هم فارکس مارکت کار کردم. این کار چون رئیس نداری، چون بالا سرت کسی نیست که بگه چرا داری این کارو میکنی چرا نمیکنی، خیلی میتونی تو مثلا هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. من برای آفرین اشتباه تو اگر نپذیری. ببین ما یه چیزی داریم برای اینکه به توضیح بدم. مثلا تو میری میگی من به دلار ایران مثال بزنم که راحت‌تر متوجه شی. الان دلار 130,000 تومان. خب تو میگی من دلار 130,000 تومانی رو امروز میخرم چون انتظار دارم دلار بشه 135,000 تومان. ولی اگر این دلار از 130,000 تومان شد 129,000 تومان، من پول اون دلاری که خریدم رو با ضرر 1000 تومانی میفروشم. خب این اشتباهه. این درسته. واقعا؟ آره این درسته. آره ببین این درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینکه اون تحلیلی که تو ذهنت خدا بالا سر کارهای من باشه. ببین چرا میگم این روش درسته؟ به خاطر اینکه 130,000 تومان تو انتظار داشتی بره سمت 135,000 تومان گرون بشه ولی ارزون شد. خب من بهتره که با 1000 تومان ضرر بیام بیرون که اگر دلار از 129,000 تومان اومد پایین شد 120,000 تومان پول من از بین بره. من یه تحلیل اشتباه داشتم. نباید منتظر بمونی بره بالا. خب این میشه افتضاح ترین حالت ممکن. یعنی ببین اونی که میگه کلاهبرداری پولم رفته پولمو خوردن نمیدونم فلان کردن ضرر نابود شده، اون دقیقاً خودته. یعنی بدترین شکل ممکن. بچه اصلا این عجیب ترین جدی یه چیزی بهت بگم. این چیزی که الان تو ذهن تو اومد و بیانش کردی تنها راهیه که شما پولت از بین میره. واقعا؟ غیر از این راه امکان نداره پول شما از بین بره. یعنی 0% اینکه پول شما از بین بره. ببین چرا؟ ما یه مبحث خیلی مهم داریم به اسم مدیریت سرمایه. مدیریت سرمایه یعنی چی؟ یعنی من مثلا $100 پول دارم، میام تو هر معامله‌ای که انجام میدم $1 رو ریسک میکنم. یا $1 حسابم مثبت میشه، میشم $101 مارجینم و بالانسم، یا میشم $99. من $100 و 100 تا معامله جای اشتباه دارم که اگر 100 تا معامله پشت سر هم تحلیلم اشتباه در بیاد تازه اون موقع باید پول من از بین بره که اصلا هیچ همچین چیزی وجود خارجی نداره. بخوای هم نمیتونی. علیرضا الان این معامله هایی که داری میگی، من چون واقعا اطلاعاتی ندارم، این 0 کیلومتر هم دارم اینجوری میپرسم، حالا شاید نحوه سوال پرسیدنم هم اشتباه باشه. نه اتفاقا راحت‌تره. میدونم اینه که خب این معامله ها رو تو میای توضیح بدی به بچه‌ها که روزانه چجوری انجام بدن؟ مثلا الان یه سری چیزایی دارم، تصوراتی دارم ازش، مثلا اینکه کی بفروشن، کی بذارن چیز کنن بمونه، کی اینو فقط بلدم. ببین ما توی لایو که داریم از شخصی که 17 سالشه داریم تا شخصی که 68 سالشه. خب و خب فرق میکنه دیگه، درک هر کسی فرق میکنه، میزان زمانی که طول میکشه تا طرف یاد بگیره فرق میکنه. ما این لایف هامون کلن همراه با ترید آموزشیه، هم روانشناسی تو مارکت رو بهشون آموزش میدیم، هم نحوه معامله کردن رو بهشون یاد میدیم و روشی که داریم باهاش کار میکنیم و هر روز یادشون میدیم. یعنی هر روز میگیم آقا اینجا این اتفاق افتاد طبق توضیحاتی که بهتون دادم، پس اینجا باید این کار انجام بدیم. حالا
اینجا باید معامله رو باز بکنیم، اینجا باید اگر رفت به سمت تحلیل اشتباه ما اینجا با ضرر خیلی کم و مدیریت شده از معامله در بیایم چون تحلیلمون اشتباه شده. اینجا هم باید معامله‌مون رو با سود خوب ببندیم. تمام اینا لحظه‌ای و تمام این چیزایی که دارم میگم رو حساب شخصی خودمه، یعنی همون کاری که خودم دارم میکنم و همون دارم به بچه‌ها میگم. یعنی اگه ضرر کردین همه ضرر میکنین، اگه سود کردین همه با هم سود میکنین. دقیقاً. بعدم شب با هم میریم جوج بازی. خب فکر کنم همه سوالامو پرسیدم. حرف آخرتو بگو. حرف آخر. ببین با این وضعیت متاسفانه بد اقتصادی که تو ایران هست، نمیخوام اون کلمات کلیشه‌ای که هر کسی پیدا میشه و هیچ علمی نداره رو بیان بگم که نه درآمد دلاری، نه درآمد دلاری خوبه، ولی خب این برام نگاه کن شما ضرر دلاری هم داری. اگر مدیریت شده نباشه، ما یه وقتایی مثلا توی لایومون که هستیم یه سری معامله ها رو وقتی ضرر میکنیم، خب داریم میگیم ما مثلا داشتیم چند روز پشت سر هم ضرر کردیم، ولی خب الان مثلا الان از 2 هفته پیش تا الان ما یه دونه هم ضرر نداشتیم خدا رو شکر. روزهایی هست که ما استاپ میخوریم و استاپ میخوریم، یعنی در اصل اون ضرر کردن اسمش استاپ. وقتی که استاپ میخوریم من خودم بیشتر از بقیه بچه‌ها ناراحت میشم، چون میگم آقا من خب حساب شخصی خودم، من یه نفر اشکال نداره، ولی برای بچه‌هایی که توی ایرانن اون یه مقدار ضرری که میکنن خیلی دلم میسوزه. میگم خب اون $10 هم که دارن ضرر میکنن میشه 1,300,000. واسه اون 1,300,000 شما خیلی باید توی ایران کار کنی نگاه. ولی اگر چارچوب درست برای خودت داشته باشی، طبق یه قانونی بری جلو، طمع نکنی، منظم باشی، به عنوان شغل بهش نگاه بکنی، نگار با وضعیت قیمت دلار الان و وضعیت بد اقتصادی که الان هیچ کاری متاسفانه تو ایران اونجوری که باید جلو نمیره، یکی از بهترین و مناسب ترین شغلایی که شما میتونی حداقل هزینه‌های زندگی تو ازش در. با ما الان مثلا کسی رو داریم تو کانال که میاد مثلا تو روز عایش هم زیاد مثلا $300 داره میاد به اون $300 تو ماه مثلا $50 پول در میاره، سودشو میگیره، میگه من با اون $50 مینویسه برام، این $50 رو فروختم از سودم، رفتم مثلا باش 2 کیلو گوشت خریدم و فلان کارو کردم. میدونی آخه مادر چون طبق اصول داره میره جلو، از اون $300 انتظار $10,000 پول در آوردن رو نداره. قانع است، میگه من $300 پول دارم، انتظار اینو دارم که ماهانه نهایتا 10%، هر چقدر بیشتر شد بهتره ها، که میشه بیشتر هم میشه. یعنی شما من این 5 تا 10% میانگینشو گفتم. تو عددهای بزرگ به دلار در آوردن 5% تو ماه خیلی عدده نگار، تو سالش میشه 2 برابر دلاری. با تورمی که ما داریم مثلا یه چیز عجیب غریبی میشه. و یک موردی هم که هست خیلی ممکنه برای بچه‌ها سوال بشه، من الان نشستم تو خونه خودم دارم ویدیو رو میبینم، میگم من که پول ندارم بخوام تریدر بشم. میخوام بهتون بگم که تنها دیدگاه بدی که شما از این مارکت میتونید داشته باشید اینه که من پول ندارم بخوام تریدر بشم. بچه شما خب اگه نداشته باشن واقعا، خب همین می‌خواستم بهت بگم، ترید رو یاد بگیرن. خب یعنی بیان اصلا اونایی که پولم ندارن بیان یادش بگیرن فعلا، اگه پول من یاد بگیرن. خب وقتی ترید رو یاد بگیرن، آدم‌هایی توی این فضا هستن دنبال کسی هن که ترید رو بلده و اونا سرمایه دارن. میان میگن شما ترید بلدی؟ من سرمایه گذارم. خیلی شنیدم. من خودم چند تا سرمایه گذار دارم، یکیشون $100,000 پول دستم داره، یکیشون $50,000 پول دستم داره. یه حساب شخصی خودم که توی لایو با بچه‌ها دارم میذارم $2,000 بود که الان نزدیک $3,500 تو نزدیک 4 ماه. حسابم از روز اولی که من بازش کردم هم توی هایلایت های پیجم هست توی اینستاگرام، هم پستشو درست کردم، هم همه یعنی همه چی با صداقت در نهایت هم ضررایی که انجام شده هم سودایی که انجام شده. اصلا هر روز من استوری برآیند روزمون رو میذارم و همش هم رفته تو 2 تا هایلایت توی پیج اینستاگرام هم هست و اونجا همش مشخصه. از لحظه‌ای که حساب رو من باز کردم تا همین الانی که مثلا شده $3,500-600 که الان تو سوده. شما ترید رو بلد باشید، آدم ها میان سراغ شما و ازتون خواهش میکنن که با سرمایه‌شون کار کنید. اینو به جرئت دارم بهتون میگم بچه، واقعا تلفنتون رو سوراخ میکنن. آره در این خیلی مهمه. ببین کسی که یه منظم باشه، یه چارچوبی برای خودش داشته باشه، اون شخص میتونه موفق باشه. اگر کسی باشه که بگه نه من امروز رعایت میکنم فردا رعایت نمیکنم،
بهتره که اصلا شروع نکنه، چون هر چی داره اون نداره میره جمع میکنه میاد میده به مارکت، خدافظ. اینا میگه قمار، ترید بده، کلاهبرداریه، پولمون رو میخورم، پولمون رفته، تقصیر من نیست، تقصیر این مارکت. نه، کسایی هستن الان تو این مارکت دارن به شدت پول در میارن. آره میگم من خیلی خودم دارن پولای عجیب غریبی در میارن ولی منظمن، نگاه طبق اصول میرن جلو. این اصول رو نداشته باشی اصلا شروع نکنی بهتر. من یه خورده منظم نیستم، من چیکار ترید بکنی یاد بگیری. ولی بچه‌ها تنها چیز یه چیزی بهت بگم، صبر از همه چی تو این مارکت مهمه. تا دلت بخواد من صبورم دیگه. خب تو این مارکت خب بهتر دیگه. خوراک مارکت. اینم از این حرف آخرام گفتم. بچه‌ای که حالا پول ندارن نگران نباشن که من پول ندارم پس به دردم نمیخوره. توی تلگرام اومدن پول لازم داره جوین بشن. باید انجام بشه. چرا؟ چون ببین ما اون فضامون خیلی جدی گرفتیم اون فضا. خب بالاخره لایو خیلی تخصصی داره، وقت گذاشته میشه و فقط تریدرها باید. فقط تریدرها و نه هر کسی که هر جایی داره ترید میکنه. ما رفتیم گشتیم تحقیق کردیم راجع به یک بروکر خیلی معتبر از سال 2012 داره فعالیت میکنه، رگوله های معتبر، رگوله نه همون مجوزهای معتبر داره از کشورهای خیلی معتبر و بزرگ. توی این مارکت حرف واسه گفتن داره، بین المللیه و معتبره. خیالمون راحته. تا امروزی که الان داریم با هم صحبت میکنیم نه یه دونه شکایتی داشته از اون. اینا رو میتونن ببینن بچه‌ها 100% اصلا میتونن یه سرچ ساده بکنن. حالا اسمش حالا هر جو که خواستیم بعدم میگیم. اینجا نگیم که حالا هر کسی خواست بیاد توی این فضا که حالا چون قراره احتمالاً ویدیو یوتیوب بمونه، هر کسی خواست بیاد توی کانال میتونه بره قشنگ بره خودش سرچ بکنه، خودش قشنگ بره تحقیقشو بکنه. اگر دوست داشت میتونه بیاد کنار ما ترید بکنه و حالا هم آموزش ببینه هم ترید کنه که حالا اینا رو بعداً کامل بهتون توضیح میدیم که چه شکلیه. حتما باید کسی باشه که یک حساب معاملاتی واقعی برای خودش درست بکنه و پول بریزه توی حساب خودش. قرار نیست به ما هیچ چیزی بده. اون کانال ما هم کاملا رایگانه. کانالتون رایگانه؟ کاملا رایگانه. هیچ پس چرا اول گفتی نه؟ کدومو گفتم نه؟ کانال تو گفتم کانالت پول لازم داره، گفتی پول لازم داره که طرف پول داشته باشه بیاد تو کانال من مطمئنم شما هم مثل من اشتباه متوجه شدید. نه بچه‌ها هیچ کدوم این اشتباه. من مطمئنم بچه‌ها شما پشت صحنه داره میگه آره، پشت صحنه داره میگه آره من فکر کردم می‌خوای پولو بزنی به جیب، گفتم اینو دیلیت می‌کنم نمیذارم تو یوتیوب. نه اصلا. آقا فاتی خانم سوال پرسم، شما هم مثل من متوجه شدی؟ من کپ کردم. گفتم کانالش پولی نیست، چی داره میگه؟ پس من احتمالاً اشتباه متوجه شدم. بعد من بذار بهتون توضیح بدم. بروکر باید پول داشته. برای ورود به کانال شما باید هیچ پولی لازم نیست بچه‌ها پرداخت کنید. شما برید زیر و بمشو در بیارید. ببینید دارید چیکار می‌کنید. به منم بگید. چون منم دارم باهاش کار نه ما هیچ هزینه‌ای بابت کانال نمیگیریم. لینکی که تو میذاری برای بچه‌ها برای اینه که اگر اتفاقی افتاد، به مثالی اتفاقا امروز اتفاقی افتاد که مارکت ما تقریبا 1 رو قفل کرد، بسته شد، چون بچه‌هایی که دارن با من کار میکنن زیر مجموعه من هستن از بروکر به من پیام دادن که هر کدوم از بچه‌ها اگر تو این تایم قطع بودن مارکت ضرر دیدن یا میخواستن یه کاری انجام بدن نتونستن به ما بگو، ما اون ضررشون رو کاملا بهشون برمیگردونیم. یا اگر میخواستن سودی بکنن بسته بوده نتونستن معاملهشون رو با سود ببندن باز هم به ما بگو، ما تماما اون ضررشون یا هر اتفاقی که افتاده اونو ما خیلی خوبه. متقبل. بروکر معتبر همینه. 1 2 اینکه وقتی بچه‌ها میان زیر مجموعه تو و یه تیم قوی میشیم حرف واسه گفتن داریم برای بروکر. یعنی هر اتفاقی بیفته تو میتونی بگی من آفرین. خیلی سنگین‌تره این اتفاق تا اینکه من شخص برم توی بروکر زور اونا به ما میچربه. ما میخوایم یه کاری کنیم که تیم ما انقدر قوی باشه که بگیم اگر بچهای من الان مثلا توی این توی این آفرین این اتفاق براشون افتاده، ما میخوایم این اتفاقا فقط به خاطر این بچه‌ها که ما میگیم بیان زیر مجموعه تو و که یه تیم قوی داشته باشیم، زورمون بچربه به بروکری به جایی که داریم ترید میکنیم که این فضای مطمئن‌تریه برای خودمون. همین. و یه مورد دیگه این که ما میگیم نکته دومی که میخواستم بگم بچه‌ها قرار بشه بخوان ثبت نام بکنن و بیان تو کانال باید بیان زیر مجموعه تو، به خاطر اینه که تمام اون هیستوری معاملاتی که انجام میدن اگر دلشون بخواد آخر هر هفته، چون مارکت ما شنبه و یک شنبه تعطیله، کریپتو نه ولی فارکس مارکت شنبه و یک شنبه تعطیل،
میتونن اگر خواستن بیان بگن ما این هفته این معاملات رو انجام دادیم، میخوایم ببینیم ضررهایی که کردیم طبق اون ستاپ و اون نحوه کاری که یادش گرفتیم طبق اونا بوده یا نه ما اشتباه کردیم. میتونیم بریم با هم طبق اون معاملاتی که کرده بررسی کنیم، ایرادش رو در اینم بیاریم. پشتیبانی می‌کنیم. 100%. خب این عالیه. اینم نکته دوم. من فعلا دیگه فکر کنم همه چی رو گفتم در حد نیاز. اگر کسی هم باز خواست میتونه خودش بره کامل تحقیق بکنه. اگر حالا شرایط براش اوکی بود دوست داشت میتونه تشریف بیاره کنار ما تردشو بکنه. ارم که نه دیگه جای بعد بهتون معرفی نمی‌کنم. این چون دوستمه از خودمونه دیگه یه خانواده شدیم با خودش خانومش دیگه اومدم گفتم که خودم دارم سود میکنم این وسط. بچه‌های منم سود کنن. حالا باز خودتون بیایید ببینید بررسی بکنم. اگر دوست داشتید، اگر صلاح دیدید، اگه دیدید واقعا داره درست میگه، واقعا دارم درست میگم، تشریف بیارین قدمتون رو جفت چشام. دوستتون داریم. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. خیلی ممنون. گل. خدا نگهدار.